سلام تماشابینان عزیز، توجه کنید به خلاصه مهمترین خبرهای روز 3 دکبر سال 2020 از پایگاه خبری بامداد. در این برنامه دهها شهروند تاجیکستان و ازبکستان را که با سندهای طبی میخواستند وارد روسیه شوند از فرودگاه‌های مسکو پس گرداندند. برادر سید اسرار میرزایف رئیس جمعیت تاجیکان سمر میگوید او را حاجیان پولدار میخواهند از روسیه برانند، چون که سید اسرار مخالف حق بستن عربکش‌های تاجیک بود. امریکا به وزارت تندرستی تاجیکستان برای تبابت بیماران کرونا ویروس 200 بالون اکسیژن داد. پارلمان تاجیکستان یک کارخانه شرکت غیور را از انداز آزاد کرد. دادگاه مسکو شهروند 24 ساله تاجیکستان واحد سوبانقلوف را با جرم غارت صاحبکاران بازار لوبلینو به 11 سال زندان محکوم کرد. یک جوان 26 ساله در حصار برای قتل زن 52 ساله بازداشت شده است. دهها شهروند تاجیکستان و ازبکستان در فرودگاه‌های مسکو در ماندند و آنها را اجازه ورود به قلمرو روسیه ندادند. اکثر آنها به روسیه بر اساس سندهای طبی و گویا با مقصد تبابت آمدند، ولی افزایش شماره چنین مسافران بیمار باعث شبهه مقامات روسیه شده است. روسیه قرار معلوم از ماه مارس به دلیل پیشگیری از پنجشنبه بیماری کرونا ویروس مرزهای خود را برای مهاجران بست، اما به طور استثنا به آنهایی که به مقصد تبابت از یگان بیماری جدی باید به روسیه می آمدند اجازه ورود به این کشور داده می شد. این استثنا بازار کارچلان‌های را گرم کرده است که از حساب فروش سندهای طبی قلبکی درباره ضرورت تبابت در روسیه به خواهشمندان آمدن به این کشور برای خود تجارت درست کردند. کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران تاجیک در مسکو خبر داد که چنین سند را به نرخ تا 90,000 سومانی می فروشند. یاروف خبر داد که از یک هواپیمایی که از ازبکستان در فرودگاه شرمتوف نشست، قریب 100 نفر با خود سند طبی درباره ضرورت تبابتشان در روسیه از بیماری پرستادی داشتند. همین طرز به گفته او از یک هواپیما که از تاجیکستان به فرودگاه ونوکوو آمده است، دست کم 4 نفر از یک بیمارستان سند طبی داشتند که نیز باعث شبهه مقامات روسیه به حقیقی بودن این سندها شده است. شهروندان ازبکستان را بعد 3 روز در ماندنشان در فرودگاه شرمتوف روز چهارم به کشورشان پس فرستادند. حکمی از روسیه اخراج کردن سید اسرار میرزایف رئیس جمعیت تاجیکان ولایت سمر روسیه بسیاری ها را به حیرت آورد، چون که او هنوز سال 1993 شهروندی روسیه را به دست آورده بود. پیوندان و وکیل مدافع او میگویند پرونده بی اساس بوده. یک گروه تاجیکان منفعتخواه میخواهند سید اسرار میرزایف را برای مخالفتش به کوشش‌های حق بستن عربکش‌های تاجیک از روسیه برانند. برادر او داوود میرزایف گفت در بعض رقم 3 سمر تقریبا 500 عربکش تاجیک کار میکنند و یک گروه به گفته داوود حاجی‌های پولدار میخواستند از این عربکش‌ها حق بستانند، ولی سید اسرار با این کار مانع شده گفته است اقلا عربکش‌ها را غم ندهید. میرزایف گفت این حاجی‌های پولدار به کارمندان مقامات سمر رشوه داده خواستند برادر او را از روسیه رانند. سید اسرار میرزایف حالا در بازداشتگاه طلعت قرار دارد. دادگاه نوی سویتسک روز 23 دکبر حکم اخراج او از روسیه را صادر کرد. پارلمان تاجیکستان شرکت غیور را 5 سال از پرداخت انداز و باج گمرکی آزاد کرد. رئیس شرکت اکبر غلاموف پسر سابق معاون سروزیر تاجیکستان اسدالله غلاموف است. کارخانه‌های او که اساساً به استحصال سمنت مشغولند در گذشته نیز از امتیازهای مالی بهره‌مند شدند. این دفعه پارلمان بر اساس سازشنامه سرمایه‌گذاری بین حکومت تاجیکستان و شرکت غیور کارخانه استحصال خلطه‌های پلاستیکی را در شهر دوشنبه که به این شرکت تعلق دارند از پرداخت انداز آزاد کرد. سعدی قادرزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان هنگام معرفی سازشنامه در پارلمان گفت برای کارخانه استحصال خلطه‌های پلاستیکی از یک شرکت آلمان و افسر به مبلغ 100 میلیون سومانی تجهیزات خرید است. سفارت امریکا خبر داد که حکومت ایالات متحده امریکا برای دستگیری سیستم اکسیژنی طبی بر ضد کووید 19 به تاجیکستان 2.6 میلیون دلار جدا می‌کند. سفارت گفت
قسم اول این تجهیزات عبارت از 200 بالون برای اکسیژن الکی به وزارت تندرستی تاجیکستان تقدیم شد. با گفته سفارت امریکا، این برنامه دستگیری امریکا در سال 2020 برای مبارزه بر ضد کووید 19 در عموم به 2.6 میلیون دلار برابر بوده. بر علاوه قریب 5 میلیون دلار کمکی است که امریکا امسال برای مبارزه با کرونا ویروس به تاجیکستان رسانیده است. اکسیژن علاوگی تبابت مهم و نجات بخش آدمان مبتلای کووید 19 می باشد. علاوه به ظرفهای اکسیژنی، سفارت ایالات متحده امریکا در سال آینده برای نصب نمودن در بیمارخانه های تاجیکستان 3 دستگاه پیشرفته تولید اکسیژن را تامین خواهد کرد. دادگاه شهر مسکو روز 29 دکبر شهروند 24 ساله تاجیکستان واحد صبحانقلوف را به 11 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرد. دادگاه صبحانقلوف را در عضویت در دسته مسلح، غارتگری و غیر قانونی نگاه داشتن سلاح گناهکار شناخت. خبر داد است دادستانی شهر مسکو. بنا به فرضیه تفتیشات، صبحانقلوف عضو دسته بود که در اطراف بازار لوبلیانا عمل میکرد و به آنها حمله میکرد که از این بازار مبلغ‌های بزرگ بیرون میبردند. تفتیشات میگوید که آنها ماه نوامبر سال 2018 در نزد بازار لوبلیانا به نفری حمله آوردند که با خود 59,000 دلار داشت. آنها دست کم 4 تیر خالی کرده صاحب پول را زخمی کردند و پولهایش را به یغما بردند. ماه دکبر سال 2018 باشد آنها به 2 مرد حمله کردند که در ماشینشان 13 میلیون روبل داشتند. در نتیجه این حمله یکی از جبریدیده ها جراحت برداشته و غارتگران 13 میلیون را به یغما برده از جای حادثه فرار کردند. دادستانی مسکو گفت صبحانقلوف در جریان تفتیشات به همکاری با مفتشان راضی شده و با او قرارداد همکاری بسته شد. به این دلیل دادگاه پرونده صبحانقلوف را علیحده از عیبدار شوندگان دیگر محاکمه کرده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که یک جوان 26 ساله ساکن ایسار صبح 26 دکبر تخمینا ساعت 06:30 وارد خانه یک زن 52 ساله شده او را با روی بوغی کردن به هلاکت رسانیده است. این جوان دستگیر گردیده نسبت به او با اتهام آدمکشی پرونده گشودند. تفصیلات دیگر حادثه و سبب دست به قتل زن سالخورده زدن این جوان هنوز روشن نیست. تفتیش حادثه ادامه دارد. یک مادر تاجیک برای نجات جان فرزندش یک گرده خود را به او داده است. طبیبان هنگام تشخیص معین کردند که یک گرده پسر این مادر از کار مانده، گرده دویمش همگی 1 فایز کار میکرده است. گرده یگان دانور به بدن جوان موافقت نکرده است و مادر راضی شده است که یک گردهش را به فرزندش بدهد. این مادر و فرزند حالا در کلینیکی به نام منصورف در شهر دوشنبه قرار داشتند. برای انجام جراحی و به بدن پسرش چسباندن گرده این مادر بیش از 70,000 سومانی لازم بوده است. محمد خدیرزاده با نشر چند عکس از مردم دست به خیر خواست است که این مادران ناامید نکنند و برای نجات فرزند او دست کمک دراز کنند. هیکل جنجال برانگیز کلوش در عقبه کمچک در کنار شهر پاپ ولایت نمنگان ازبکستان را همگی چند روز بعد پرده برداریش ویران کردند. این هیکل که در شکل یک کلوش بزرگ ساخته شده بود در جامعه ازبکستان واکنش‌های زیاد ضد و نقیض به بار آورد و مقامات تصمیم گرفتند که آن را از بین بردارند. هیکل کلوش را در نزدیکی معبد گذاشته بودند که در آن معبد کلوش‌های در وقتش مشهور ساخته نمنگان استحصال می‌کردند. برخی بیانند که این هیکل یک نوع ارزگذاری به عذاب و مشقت غلامانه محبوسان بود. کلوش یک نوع پایافزال علاوگی است که قبلا آن را به خاطر محافظت از نمی و افلاسی در روی پایافزال دیگر می‌کشیدند، ولی در دوران شوروی کلوش در جمهوری‌های آسیای مرکزی به خصوص در مناطق دیهات همچون پایافزال اساسی خیلی معروف شد. این بود چند خبر. اخبار بیشتر را از پایگاه بامداد پیگیری کنید. خوش باشید.